ما تلاش کردیم تا با قوی‌ترین مدل‌های هوش مصنوعی دو شخصیت فرضی ایجاد کنیم و بین این دو شخصیت یک مناظره راه بندازیم. شخصیت نخست به نام دکتر مریم فرهودی موافق سیستم آموزشی موجود هستند. شخصیت دوم به نام آرمان شکیبا مخالف و منتقد سیستم آموزشی فعلی است. مناظره همکنون آغاز می شود. مجری: امروز میزبان دو دیدگاه متفاوت در حوزه آموزش هستیم. از دکتر مریم فرهودی، مدیر با سابقه آموزش و پرورش، و آرمان شکیبا، فعال اجتماعی و منتقد سیستم آموزشی، سپاسگزاریم که پذیرفتید در این گفتگو شرکت کنید. بحث را با پرسش کلیدی آغاز می کنیم. آیا سیستم آموزشی فعلی می تواند نسل آینده را برای چالش‌های جهان مدرن آماده کند؟ صحبت اول: دکتر مریم فرهودی. دکتر فرهودی با آرامش و اعتماد به نفس: سپاسگزارم. ببینید، سیستم آموزشی ما مانند پلی است که نسل‌ها از روی آن عبور کرده اند تا به موقعیت امروز برسند. بله، ممکن است ترک‌هایی در این پل وجود داشته باشد، اما آیا منطقی است آن را با یک طناب شناور جایگزین کنیم؟ من هر روز شاهد موفقیت دانش آموزانی هستم که از همین سیستم بیرون آمدند. دختری از یک روستای محروم که پزشک می شود، پسری که با مدال المپیاد جهانی مسیر زندگیش تغییر می کند. آمار 87% قبولی کنکور امسال در مدرسه ما تصادفی نیست. این سیستم بر پایه عدالت آموزشی و سنجش عادلانه بنا شده. اصلاحات؟ بله، اما در چارچوب قوانین موجود، نه با تخریب ساختارها. آرمان با انرژی و لحنی تند: خانم دکتر، شما از آمار حرف میزنید، اما من از آسیب‌ها میگویم. سیستمی که دانش آموزان را به جای اندیشه ورزی به ربات‌های نمره‌جو تبدیل می‌کند، چه ارزشی دارد؟ بله، آن دختر روستایی پزشک شده، اما چند نفر دیگر در این راه له شده‌اند. سیستم شما تفاوت‌ها را نادیده می‌گیرد. دانش آموزی که استعداد نقاشی دارد، مجبور است ساعتها فرمول‌های ریاضی را حفظ کند تا موفق شناخته شود. این سیستم خلاقیت را می‌کشد و اضطراب را جایگزین آن می‌کند. شما از عدالت حرف می‌زنید، اما آیا سنجش همه با یک معیار واحد عادلانه است؟ دکتر فرهودی، آقای شکیبا، شما ایدئالگرایی را با واقعیت‌ها اشتباه گرفته اید. دنیای بیرون سخت است و رقابت وجود دارد. سیستم ما دانش آموزان را برای این واقعیت آماده می کند. شما می گویید تفاوت‌ها، اما مدارس ما هر سال کلاس‌های فوق برنامه برای استعدادهای متنوع برگزار می کنند. جشنواره علمی پیشتازان آینده در مدرسه ما نمونه زنده این تنوع است. بله، امتحانات سختگیرانه هستند، اما این گونه است که دانش آموزان مسئولیت پذیری را یاد می‌گیرند. آرمان شکیبا: مسئولیت پذیری؟ وقتی دانش آموز 12 ساله ما از ترس نمره بد دست به خودزنی می‌زند، اسم این را مسئولیت پذیری می‌گذارید؟ سیستم شما ترس را جایگزین شوق یادگیری کرده است. بله، شما جشنواره علمی دارید، اما شرط شرکت در آن معدل بالاست. حتی خلاقیتتان هم مشروط به قوانین خودساختتان است. من با معلمانی صحبت کردم که مجبورند ساعتها صرف آموزش تست زنی کنند فقط به خاطر فشار شما برای آمار قبولی کنکور. این دیگر آموزش نیست، کارخانه تولید مدرک است. دکتر فرهودی، شما جوانان همیشه فکر می کنید هر چیزی که قدیمی است اشتباه است. بگذارید یادآوری کنم، همین سیستم قدیمی است که شما را تا مقطع کارشناسی ارشد رساند، اما به جای قدردانی دارید پایه‌های آن را تخریب می کنید. شما از فناوری حرف می زنید، اما آیا تبلت و اپلیکیشن می تواند جای معلم با تجربه را بگیرد؟ شما می خواهید دانش آموزان هر کاری دلشان می خواهد انجام دهند؟ این می شود هرج و مرج. آموزش نیاز به نظم دارد، نه شعارهای انقلابی.
پاسخ نهایی آرمان شکیبا: خانم فرهودی، شما درخت آموزش را آنقدر هرس کرده اید که دیگر هیچ برگی برای نفس کشیدن باقی نمانده. بله، من محصول همین سیستمم، اما مثل یک پرنده قفسی هستم که میدانم پرواز چیست. من قدردان معلمانی هستم که زیر بار قوانین شما خم شده‌اند، اما سیستم را نمیبخشم. انقلاب آموزشی به معنی نابودی نیست، به معنی باز کردن پنجره هاست. بگذارید دانش آموزان اشتباه کنند، کشف کنند و خودشان فکر کنند. شما از نمره می ترسید؟ من از نسلی می ترسم که نمره را به جای دانش و اطاعت را به جای خلاقیت یاد گرفته است. جمع‌بندی مجری: بحث امشب نشان داد که آموزش مانند هر ساختار اجتماعی دیگر نیازمند تعادل است. شاید راه حل نه در انقلاب آقای آرمان شکیبا باشد، نه در محافظه‌کاری خانم دکتر فرهودی، بلکه در گوش دادن به صدای دانش آموزانی باشد که هر روز در کلاس‌های درس حاضر می‌شوند. از شما سپاسگزاریم.